جرأت کردی سر کوچ بشینی؟ کی گفتی که سر کوچ بشی؟ بخی از جا بخی. نه امروز دستمال چتال دور از بد بتا دیگه چتال نکو بس از کمرای کالای گندی تو خدر کوچ مرا چتال کردی. همشیره چه کار بود؟ آمدی؟ چیسته امینال تشناب خراب است، یک دفعه چک کو که چی مشکل داره. درست است همشیره جور میکنم. امیج است؟ بله. همشیره نالا جور کردم یک دفعه ببینین او آمد چکش کنین او درست است. چند شده از شما؟ 4 سال باشد همشیره. خب شما منتظر باشین من براتون پیسه گرم. من برادر پیستید. حالا تو چطور جرأت کردی در سر کوچ بشینی؟ کی گفتی که در سر کوچ بشی؟ بخی از جا بخی. کوچ ما چتل کردی. حالا کی گفته بودی در سر کوچ بشی؟ به خاطر کارت آمده بودی کارت میکردی که شیشتنی بودی در پایان میشیشتی نه؟ همین لباسای گندی تسایی که تو در سر کوچ قیمتی میشیشتی. خبر داری قیمت از چقدر است؟ کل عمرت کار کنی نه؟ یک تای کوچ خریده نمیتونی. میبخشی همشیره یک ذره نفسم گرفته بود، در تشناب هوا بسیار قید بود، خسته شده بودم، گفتم یک ذره بشینم خستگیم رفت شد. بسیار زیاد میبخشید. اما خودت عقل نداری؟ عقل منطقت هم کار نمیکنه که تا یک جای کار میکنی یک جای میری باید متوجه باشی که چه قسم. حالا ببین شما مردم هیچ نمیفهم، عجیب مردم هستین. به خاطر یک کار که میرم کاری که تا نکنین با عزت بابرو بخیزین برین، لیکن نه یک جای لوکس که دیدین، یک کوچ لوکس که دیدین، یک دفعه نمیبینی سر وضع خود شخصیت خود باز میخیزه در یک کوچ قیمتی میشینی. چطور کردی کل کوچ مرا؟ اینا کی رو پاک میکنه؟ چه بسیار زیاد میبخشید پاکش میکنم. نه امروز دستمال چتال دور از بد بتا دیگه چتال نکو بس از کمرای کالای گندی تو خدر کوچ مرا چتال کردی. پیسه تا بگی خدا گم کو از اینجا. آدم کار خدا میکنه میخزه ما برای پشت راه خود میره. عزیزت دیگه حساب ما خراب نکو، پیسه تا گرفتی برو. چیگه پس؟ چی خور مخال انداختی؟ هیچی بابا خراب کرد. سلام علیکم. چه داری؟ خوب هستی؟ چه داری؟ چی میکنی اینجا؟ خودت میشناسی را؟ یه آدم است که تکر کده بودم در اون سرک هیچ کس نبوده. نمی آدم دو نصف شهرش رساخانه بود، کار و زندگی خود ایلا کرده. اگه این نهی بود شاید من زنده نمیموندم. پیمان جان بشی لالا که یگان چیز باید بیارم روشیدنی چای چیز بشی. نه آقا سر من ششته نمیتونم. من نه ششته میتونم نه به خانه تان خوردن میتونم و نه در خانه تان بودم میتونم. چرا؟ آقا صاحب همشیره من نکده ششته من نکده؟ در خانه بودم. یعنی چی؟ نمیدانم شما چی میگی؟ نمیفهم خودت پرسن که آقا صاحب. لباسش بسیار کثیف چتل بود و مفهوم کوچ چتل میشه. لباساش کثیف بود کوچ خراب میشه؟ چتل میشه. هیچی منافروخ. انسان مهم است، این کوچ مهم است. این کوچ چی به درد میخوره؟ این کوچ قیمتی چی به دردت میخوره؟ انسانیت شخصیت یکی ببین. این کوچ بر زمین است که 4 نفر بشینه. باز امی بخی دوست منی، باز امی هیچ ما نمیشناسیم. یک غریبکار یک بیچاره نباید کوچ یک دو دقیقه شیشته نمیتونه. این چی مونه کارت؟ مفتون کار خود کنه پیسه خود گرفته بره دیگه. تو کم خجالت بکش. من خجالت میکشم از دیگه. باز در مقابل تو یک آدم اینقدر نیکی کلام به من کرده. پیمان جان من از طرف از این معذرت میخوایم. مشکل نیست آقا صاحب. در خانه که رفتیم امیر رقم برخورد از بعض فامیلا همراه ما شده. نمیفهم فامیلایی که پیسه دار می باشن چرا قدر مغرور می باشن. غرور خود تنها به خداوند میزبه نه به انسان. و ما خب روزی حلال پیدا میکنیم، کار میم کارتان میکنیم. هر مشکل که همشیره در خانه داشته باشین ای ما سیم که میم اونا رو برتان جور میکنیم. اگر ما نباشیم همین کارگران نباشه کارای شما رو کی کنه؟ ما آقا صاحب کمک کردیم از خاطر از اینه که اینا همراه ما کمک کنن. ما از خاطر رضا الله از اینا کمک کرده بودم. شکر خداست که اینا هستن، زنده هستن فعلا. باور کن شیره اگر شما خانه ما بیاین
اینقدر قدر عزت شوه که حتی شما را سر شما خود میشانیم. اما نمیفهم چرا هر وقت همراه ما غریبای رقم برخورد میشه. ما کدام کار غلط نمیکنیم، ما فقط میمونیم تا مشکلات شما را حل بسازیم. کارهایی که در خانه تان است، اگر نل خراب باشه، اگر کدام کار دیگه باشه، ما مزدورکارای ما کارگرا هستیم که میم کارهایتان میکنیم. اما نمیشه که شما ما را با چشم بد ببینید، این رقم تحقیر کنین. چی میشد اگر 2 دقیقه میشستم اینجا مانده شده بودم کار کردم از چه وقت در هوای گرم. تو میفهمی که بعد از اینکه حادثه سرما به خیر تیر شد، من یک روز پیمان جان دفتر خواستم، پیشرویم است 10 لک روپیه برش پیشرویش ماندم. باور نخواد که 1 روپیش نگرفت. و یه آدم اگر تقاضا میکرد که 2 چند از روپیه سرم برش میده بود. با وجود از اینکه من زیاد اصرار کردم که پیمان جان نیمی حقدار از این پیسه تو جان من نجات دادی، ولی 1 روپیه نگرفت. این چرا نگرفت؟ به خاطر انسانیتش، به خاطر ایمانداریش، به خاطر که گفت به جای خودت هر کس دیگه که می بود من اونجا کمکش میکنم. به خاطر من کمک نکرد که مرا مشناختی نمیشناختی، هیچ شناختی نداشت. به خاطر خداوند کمک کرد. و غرور یه چیزا تنها به الله متعال میزبه و ما شما نمیزبه که امروز یک کوچ خوبش داریم که الله چتر نشه یا خانی مالوف سسی چیزا امروز از سبا نیست، پستی بلندی خود داره. ما واقعا برادر از شما معذرت میخوایم. از پیش من بسیار اشتباه بزرگ رخ داد، اصلا متوجه نبودم. من فکر نمیکردم که واقعا قدر بر شما سخت تمام میشه و نمیفهمیدم که شما به شوهر من قدر کمک کردین. اوش به هر صورت او انسانیت خود شما بود، شرافتتان بود. واقعا من انسانیت شما را دیده، شرافت شما را دیده خودم پیش خود خجالت هستم که با وجود قدر مشکلاتی که شما دارین، قدر یک انسان مهربان هستین. اما خدا را شکر که بر ما همه چیز هم داده، ما قدر کبر غرور کردیم. واقعا من فراموش کرده بودم در بعض چیزای دنیاوی ما و دنیای خود فراموش کرده بودیم. شما چشمه من را باز ساختین، من بسیار خوش شدم و بازم معذرت میخوایم از خودت. پیمان جان از طرف اینا معذرت میخوایم، خیرت دل نگی. میفهم شاید بسیار گپ خراب زده، ولی خودت با بزرگواریت ببخش. مشکل نیست آقا صاحب، شما معذرت خواهی نکنین، همشیرام شاید درک کنن. بعض فامیلا بعض اشخاص هست که با غریبا و با کارگرا هم تو یک برخورد میکنن، اما ما باید 2 لقمه حلال پیدا کنیم، مجبور هستیم کار کنیم از صبح تا شام. سر ما اقدر بد نمیخوره، چون کار روزمره ما میباشه. باز فامیلا می رقم امرای ما رفتار خدا میکنن. اما بازم اگر کدام کمی کاسی از طرف ما شده باشه، همشیره من معذرت میخوایم و آقا ضرور نیست که شما معذرت خواهی کنید. فقط همینقدر دعا میکنم خداوند شما را در راه نیک هدایت کنه. فقط همینقدر دعا میکنم خداوند شما را در راه نیک هدایت کنه. خوش شدم، تشکر، خداحافظ. خودت میشناسی نه؟ شما چرا صحیح نمیشین؟ الله